سلام دوستان گرامی، خوش آمدید به درس 55 انگلیسی در 99 روز. امروز بخش نهم 100 عباره انگلیسی برای سیاحان است. Hello dear friends and brothers and sisters, welcome to lesson 55 from English in 99 days. Today, ninth parts of 100 English phrases for tourists. اوکی، امروز از عباره 81 تا عباره 90 میگیریم. از عباره 81 تا عباره 90. خب عباره 81 I see. خب چگونه که از روی کلمه ها معلوم است، می شود که من میبینم. I see من میبینم. You see تو میبینی. We see ما میبینیم. اما این به معنای می شود که من میفهمم. یعنی که فهمه است، میفهمم. در تاجیکی هم، در زبان تاجیکی هم این چیز هست، میگیم که ببین وقتی که مراجعت میکنیم این معنی را نداره که تو حاضی ببین نگاه کن، معنی داره که بفهم. میفهمی ببین من در این مسئله این خیل نظر دارم، یعنی میفهمی که من در این مسئله مثلا این خیل نظر دارم. یعنی I see به معنای میشد که میفهمم، فهمو هست، مفهوم است. خب عباره 82 I'm busy من بند هستم، یعنی که من مشغول هستم. خب من بند هستم، من مشغول هستم. یک نفر از ما و شما طلب میکند که مثلا بیا با فلان جا رویم، میگیم که I'm busy I'm sorry این معذرت میخوام، من بند هستم، من مشغول هستم. خب به زبان روسی عادت کرده میگم که من زنی دستم یا زنیت. خب اگر بگم که نه من مشغول نیستم، میگم که I am not busy. من بند نیستم، من مشغول نیستم. خب عباره 83 I am sorry but I can't. خب چگونه که مثال آوردیم، یک نفر طلب میکند، میگه که بیا با مثلا که تماشا رویم، میگیم I am sorry but I can't. I'm sorry but I can't. معذرت میخوام نه که من نمیتونم. بخشیش نه که من نمیتونم. در تاجیکی هم این هست، میگم که بخشیش نه که من نمیتونم رفته. انا همین عباره در زبان انگلیسی I'm sorry but I can't. خب چرا در اینجا can't خط کشیدیم؟ تاش به خاطر که میتونیم بگیم که I can. یعنی من میتونم مثلا but I can من میتونم. خب عباره 84 You are welcome. از همه معناهای رایجش همین است که می شود با که ندارد یا اینکه نمی ارزد. با که ندارد نمی ارزد. این عادتا در جوابی thank you است، یعنی thank you you're welcome نمی ارزد، thank you you're welcome نمی ارزد یا که با که ندارد. اما یک معنای دیگه این می شود که you are welcome می شود که خوش آمده، شما خوش آمده. you are welcome شما خوش آمده. عباره 85 best wishes. خب best می شود بهترین،
wish تمنا می شود. خب این اگر ترجمهش نمی شود که با بهترین تمنیات ها، با بهترین تمنیات ها. این عادتا در پایان نامه ها نوشته می شود، نامه ها نوشته می شود، یا که در پایان سخنرانی ها مثلا یگان شخص سخنرانی میکند و در آخر سخنرانیش میگه که best wishes، best wishes، با بهترین تمنیات ها، با بهترین تمنیات ها. خب یا تمنیات. عباره 86م congratulations، congratulations. در اینجا نگاه کنیم congratulations است، اما در اینجا تی اول و تی اول چه خوانده می شود و تی دوم ش خوانده می شود. congratulations، 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 congratulations. congratulations می شود که تبریک، مبارک باشد، مبارک میگویم. خب این در همه حالت استفاده می شود. مثلا یک نفر توی دارد میگیم congratulations، یعنی تبریک، مبارک شود. یک نفر مثلا از امتحان گذشت میگیم که congratulations، یعنی مبارک شود. خب یک نفر مثلا یک ماشین هم میگه congratulations، یعنی که مبارک باشه یا که تبریک مثلا. خب همین کلمه در تاجیکی کلمه تبریک مبارک باشد، همین congratulations استفاده میکنیم. عباره 87م happy birthday، happy birthday، happy birthday، happy birthday. میشود که زادروز مبارک. اگر بگیم که happy birthday to you، این میشود که روز تولدت مبارک. وقتی گفتیم که happy birthday to you، روز تولدت مبارک. اما happy birthday میشود که زادروز مبارک. یعنی عادتا در روز زادروزها همین خیلی استفاده میشود. happy birthday to you، happy birthday to you. خب عباره 88م I wish you all the best، I wish you all the best. معذرت زیاد. این I wish you all the best می شود که بهترین ها را برای شما آرزو دارم، تمام خوبی ها را برای شما آرزو دارم. در زبان تاجیکی وقتی که تبریک میکنیم میگم که تمام خوبی های دنیا و آخرت را برای شما تمنا دارم. تمامی بگیم که خوبی های زندگی را برای شما تمنا دارم، تمامی بهترین ها را برای شما آرزو دارم، تمنا دارم. عباره 89م have a good time، have a good time، have a good time. وقتی خوب داشته باشید، وقتی خوب داشته باشید. مثلا در این جای time میتونیم بگیم که have a good day، مثلا روزی خوب داشته باشید. خب عباره 90م have a good holiday، have a good holiday، استراحتی خوب داشته باشید. holiday همون روزی استراحت یا که تعطیل خوب داشته باشین، تعطیل خوش داشته باشین. یا مثلا بگیم که have a good weekend، have a good weekend، مثلا روزهای استراحتی خوب داشته باشین. همون weekend همون روزهای استراحتی که شنبه و یک شنبه است، همون رو در نظر دارم. have a good weekend یا که have a good week، هفته خوب داشته باشید. have a good evening، have a good evening یعنی شام خوب داشته باشید. خب اینجا رسیدیم به پایان درسی امروزه. خب thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel دنیای زبان ها. خب دوستان گرامی، امون لایک فراموش نکنه حتما، و کسانی که مهمان هستن بار اول تماشا میکنن حتما آبونه شون تا درس های نوبتی موفق و سربلند باشین. See you next class. Goodbye.